با سلامی گرم و صمیمانه، سهیلا دالوا هستم با همکارم نگار نادری با برنامه دیگری از برای آزادی زندانیان سیاسی. با ما همراه باشید. بیشتر از یک ماه از اعتراضات پرستاران و کادر درمان میگذره و این اعتراضات در سطح گسترده‌ای داره به پیش میره و حکومت به جای برآورده کردن مطالبات پرستاران دست به سرکوب زده. در همین رابطه با مهناز موسوی فعال سیاسی و پرستار همراه میشیم. خیلی خوش اومدیم به برنامه برای آزادی زندانیان سیاسی. شما سالها در ایران جزء کادر پرستاری بودید و مدت هاست که در کشور سوئد هم پرستار هستید. توضیحاتی از شما داشته باشیم از شرایط و مشکلاتی که پرستاران و کادر درمان با اون روبرو هستن و اساسا مطالباتشون در چه زمینه‌ای هستش. با درود فراوان به شما و همه بینندگان و شنوندگان برنامه. همونجور که معرفی کردیم من مهناز موسوی هستم، از استکهلم سوئد در خدمت شما هستم. بله، ما اعتراضات گسترده پرستاران رو داریم و کادر درمان رو و این اعتراضات به خاطر حقوق و مزایای ناکافیشون هستش. فشار کاری بسیار بالا، این فشار کافی بسیار بالا که من میگم صحبت از شیفتای 24 ساعته 36 ساعته بدون استراحت. یعنی ما اگر تو سوئد بخوایم مقایسهش بکنیم، تو سوئد یعنی حد اکثر ساعت کاری میشه 9 ساعت و بعد از هر 5 ساعت و نیم آدم باید حتما یه استراحت نیم ساعته داشته باشه. حالا در مقایسه با ایران اینو اصلا ندارم، 24 ساعت 36 ساعت اجباری. و کمبود تجهیزات و منابع کافی هستش. مثلا به عنوان مثال وقتی که آدم میخواد بره یه مریض رو معاینه بکنه، یه پرستار باید پوشش محافظ به اسم شیلد داشته باشه و بین هر مریض باید این رو عوض بکنه. ولی متاسفانه مثلا این یکی از چیزای خیلی کوچیکه که تو ایران من حتی خود زمانی که کار میکردم من دیدم اصلا خیلی کم بود و در مواد خیلی مثلا اگه کاری خیلی کثیفی مثلا میخواست آدم انجام بده ممکن بود کثیف بشه مثلا استفاده میکردن، در صورتی که اصلا تو سوئد اینجا نیست. با هر تماس با مریض آدم باید اون رو داشته باشه. و حتی دستکش‌ها، خب مثلا ما اینجا 2 تا دستکش دستمون میکنیم، اونجا یه مواقع بود که اصلا دستکش نبود. و اینکه نبود امنیت شغلی، به خاطر که به هر دلیلی میتونن آدمو اخراج بکنن. اگه فرد تو بیمارستان خصوصی کار بکنه، که من بیمارستان خصوصی تو ایران کار میکردم، قراردادامو سالانه تمدید میشد. یعنی ممکن بود که سال دیگه ما تو اون بیمارستان نباشیم و یا ممکن بود یه اتفاقی بیفته که مثلا خوششون نیاد و ما رو اخراج بکنن و حتی اخراج هم بکنن دیگه هیچ حقوقی نیست مثلا. ولی تو سوئد اگر یه نفری به هر دلیلی اخراج بشه تا 3 ماه کارفرما موظف هستش که با آدم حقوقش رو بده و در مواقع تا 1 سال و هیچ کس هم نمیتونه بیشتر از 6 ماه آدمو موقتی استخدام کنه. یعنی بعد از 6 ماه حتما باید آدم استخدام دائم بشه تو سوئد. حالا با در مقایسه با ایران هستش. و این پرستارا متاسفانه در ایران در شرایط سخت و غیر استانداردی مجبور به کار هستن. سلامتی و امنیت شغلی ندارن. و اینکه یکی از مطالباتشون این هستش که افزایش حقوق و مزایاشون بشه. بدهیایی که بهشون دارن، اضافه کاریاشون که حدود 1 سال 1.5 سال هست، اضافه کاری ها، شبکاری های اجباری، یعنی اونایی که حقوق معمولیشون نه، شبکاری های اجباری. مثلا ما تو سوئد در سال بیشتر از 200 ساعت نمیتونیم اضافه کاری داشته باشیم. این در حالی هستش که توی ایران گاهن به پرستارا مجبورشون میکنن بهشون اضافه کاری در ماه 120 ساعت بهشون میدن. یعنی علاوه بر 196 ساعت موظفی 120 ساعت هم اضافه کاری بهش میدن و این 120 ساعت اضافه کاری ماهانه در عرض 1 سال 1.5 سال در خیلی از بیمارستان‌ها بهشون پرداخت داد نشده. و شرایط و میگم مطالباتشون شرایط کارشون بهتر بشه، امنیت شغلی بیشتر داشته باشن و از دولت و سازمان‌های مربوطه میخوان که به شکل‌های مختلف ازشون حمایت بکنن. خب شما به امنیت شغلی اشاره کردین. خب ما از زمانی که اعتراضات پرستاران شروع شده با فشارهای امنیتی روبرو شدن به خاطر خواسته‌های صنفیشون در واقع و حتی 2 نفر در مشهد بازداشت شدن که بعد از 4 روز آزاد شدن. چرا این همه فشار و این که به خاطر خواسته‌های صنفیشون به خاطر حقوق پرداخت نشدهشون با این همه فشار روبرو شدن و چقدر این فشارها تأثیر داره روی روند اعتراضات و خواسته‌های پرستاران؟
بله، متاسفانه همکارای زیادی از جمله که شما گفتی همکار تو مشهد بازداشت شدن. من 2 تا از همکارای خودم توی تهران بازداشت شده بودن و اینا بیشتر برای اینکه رعب و وحشت به وجود بیارن این کارو میکنن، به اسم اینه که ما رهبران گروه رو، رهبران این اعتراضات رو پیدا کردیم، دستگیر کردیم، فقط میخوان یک رعب و وحشتی به وجود بیارن و مسئله رو بخوابونن، و در صورتی که این بزرگتر از این حرف هست. من حتی یادم سال 2020 که باز اعتراضات بودش، البته نه به این گستردگی ولی باز همونم چشمگیر بود، باز همین کار کردن، یه ذره شروع کردن رعب و وحشت به وجود بیارن که بخوام بگن که پرستارا دارن همدیگه رو لو میدن، ما گرفتیمشون، بعد از 3-4 روز هم باز آزادشون میکنن، به خاطر که میخوان برای افراد پرونده سیاسی یعنی میخوان بهشون انگ سیاسی بزنن، بگن که شما دارید از خارج از ایران هدایت میشید، بیان اعترافات اجباری بگیرن و یه کاری بکنن که بقیه ترس داشته باشن، نخوان کار بکنن. در صورتی که من در مورد هر مسئله یکی از پرستارا از اینا با من تماس گرفت و گفتش که اصلا اینجوری نیست، ما اصلا همدیگه رو لو نمیدیم، ما اصلا چیزی به اسم رهبر گروه نداریم، ما همه با هم یکی هستیم، خیلی خوبه که شما ما رو از خارج از ایران حمایت میکنید ولی ما هیچ هدایت کننده از خارج ایران نیستیم. ما اول اعتراضاتمون رو به شکل نامه نوشتیم، امضا کردیم همگی، ولی اهمیت ندادن، خیلی از پرسنل استعفا دادن، رفتن، خیلی مهاجرت کردن و خب گفتن خب ما تعدادمون خیلی کمه و راه دیگه پیدا نکردیم. اینم ما با اسلحه که نرفتیم تو حیاط بیمارستان گفتیم که ما حق و حقوقمون رو میخوایم، ولی اینا میخوان به این شکل سیاسیش کنن، در صورتی که اصلا بحث ما سیاسی نیست. بحث ما اینه که بهمون حق و حقوقمون رو نمیدید و در ازای این دید برای ما حفاظت اطلاعات سپاه میاد تو کار، پرسنل رو میبره، میان انگ سیاسی میبرن، در صورتی که اینجوری نیست. ما پشت سر هم هستیم و هر یه نفری که میان میبرنشون ما نامه میدیم و میگیم که یا باید اون فرد آزاد باشه و به محیط کارش برگرده، یا ما استعفای یک همگی میدیم، یا بریم با هم میریم زندان. اینا که نمیتونن هممون رو زندانی بکنن و حتی اگر بکنن بیشتر خودشون ضرر میکنن، به خاطر که بیمارستان رو موقع باید ببندن. و برای همینم یعنی این خیلی شجاعانه با من تماس گرفت توی اینستاگرام و گفتش که لطفاً اگر جایی هستی بگو که ما پشت هم هستیم و اینکه نمیذاریم بچه‌هایی که توی زندان هستن این دستگیرشون میکنن تنها باشن و ما به هر جوره میکشیمشون. و اتفاق افتاد 2 تا از همکارای من که زندانی شده بودن آزاد شدن، خدا شد. خب شما خودتون در ایران تجربه کاری رو دارین، با توجه به شرایطی که میبینید، با توجه به خواسته هایی که پرستارا مطرح کردن، فکر میکنین که ممکنه جمهوری اسلامی به خواسته ها و مطالبات پرستاران کادر درمان رسیدگی بکنه با توجه به حجم اعتراضات بالایی که در حال حاضر داره به پیش میره؟ متاسفانه باید بگم که نه، به خاطر اینکه به خاطر همکاران باید بگم متاسفانه، به خاطر که جمهوری اسلامی مسئله همونطور گفتم مسئله سیاسی نیست، مسئله اقتصادیه و جمهوری اسلامی الان پولی نداره که بخواد این مسئله رو حلش بکنه، یعنی پولی هم که داره خرج این مسئله نمیکنه و فقط از سرکوب و ایجاد رعب و وحشت استفاده میکنه. و ما چیزی که از الان میبینیم گسترده تر از اعتصابات و اعتراضات چند سال پیش هستش. میبینیم که در چند سال پیش وقتی اعتراضات بود اومدن راه حلی را که انتخاب کردن این بودش که ظرفیت پذیرش پرستاران رو تو دانشگاه ها ببرن بالا، دانشجوی رشته پرستاری مخصوصا توی دانشگاه آزاد بیشتر بگیرن که از این طریق چون دانشگاه آزاد آدم باید هزینه بده واسه درس خوندن، یه پولی وارد بودجه دولت میشد و از اون ور چون هر پرستاری بعد از 4 سال درس خوندن باید بره 2 سال طرح بگذرونه و در حین طرح گذروندنش با 1/10 اون حقوقی که یک پرستار توی بیمارستان دولتی میگیره باید کار بکنه، اونا اومدن یه جوری هم بودجهشون رو ببرن بالا و در صورتی که بودجه رو خرج خود سیستم درمان نکردن و خرج خود پرسنل نکردن و همین که اومدن که تعداد پرسنل رو ببرن بالا، در صورتی که این قشری که الان ما میبینیم راه حل شده اون اعتراضات چند وقت پیشه که میبینیم الان گسترده تر شده، یعنی نه تنها بهتر شد بلکه حتی گسترده تر شده و این یعنی که جمهوری اسلامی شکست خورده و نمیتونه این مشکل رو حل بکنه، چون مشکل خیلی عمیق‌تر هستش، باید تغییرات ساختاری توش ایجاد بشه
و اینکه مسئله اقتصادی، مسئله شرایط کاری هستش، با مسئله نیرو هستش. پرسنل وقتی که درسشون تموم میشه 2 سال طرحشون رو میگذرونن، یه 2 سالی هم اجباری جدیدن بهشون مجبورشون میکنن، یه جوری مدرکشون رو گروگان میگیرن که طرف مهاجرت نکنه. بالاخره بعد از این پروسه که تموم بشه مهاجرت میکنن و باز هم اون فکر و خیالی که جمهوری اسلامی میکرد که حالا من با این روش سود میکنم و یه ذره پرسنل وارد سیستم میکنم، باز شکست خورده. و میبینیم که حتی خیلی در گذشته اینطوری بودش که اگر پرستارا بازنشسته میشدن، یعنی در کنار حقوق بازنشستگیشون میومدن اضافه هم کار میکردن که یه حقوق اضافه بگیرن. ولی الان دیگه اینجوری نیست. اکثر پرستارا، یعنی خیلی از افرادی هستن که میخواستن تو این اعتصابات شرکت کنن، اعتراضات شرکت کنن، ولی الان شرکت نکردن فقط به خاطر اینکه ممنوع الخروج نشن یه وقتی که مثلا براشون پرونده سازی بکنن. و من دقیقا همکاری دارم که میگم من 1 سال دیگه بازنشسته میشم و برای همین تو اعتصابات شرکت نکردم، به خاطر اینکه من برنامه‌م اینه که بعد از اینکه بازنشسته شدم از ایران برم. و این الان شده بر پروسه پرستاره که وقتی بازنشسته بشن دیگه از ایران برم و اون روندی که در قدیم هم بودش دیگه نیست که پرسنلی که بازنشسته میشدن باز میرفتن کار میکردن و یه مقدار کمک میشد. واسه همین واقعا جمهوری اسلامی به شکست خیلی بزرگی خورده و بحث فقط مسئله چون بودجه‌ای نداره که هزینه این مسئله بکنه. یعنی بودجه‌اش اگه داشتم گفتم هزینه‌ای نمیکنه. و در کنار پرستارا الان ما معلما رو داریم، کارگرا رو داریم و مشکل ریشه‌ای تر از این حرفا هستش که از پسش بر نمیان، چون اینا فقط دوست دارن مسئله رو سطحی حل بکنن، مثل سرکوب کردن. ولی پرستارا یعنی این مرحله هستن که شاید فشارهای امنیتی یه مقدار جو و آروم تر بکنه، ولی مشکل رو حل نمیکنه و این مشکل خواهد بود و ادامه پیدا میکنه تا به یه راه حل برسن که من راه حلی درش متاسفانه نمیبینم. ممنون از اینکه امروز با ما همراه بودین. متشکرم از اینکه منو دعوت کردین و تونستم صدای همکاران باشم. برنامه رو ادامه میدم بعد از شنیدن موزیک از توماج به نام نورمال. مال حقمون رو نمیخوایم، مبادا کی جرم بخشی کل دنیا از مردمش حمایت میکرد، دولت ما مسئول نبود شکایت میکرد، به معترضا برچسب اغتشاشگر میزد، به زندان کفایت میکرد نه جنایت میکرد. بیشک ما رکورد زدیم، ما تنها کشوریم که واکسنش فرق داشت، مرفه و فقیر تو عصر علم زن و واسه زیباییش میزنیم، با ون پلیس میدوزیم ناکجا میبریم، سبد خرید خالی تو سفره نفتم نداریم، دنیا تو مریخ و ما توی قهقراییم، مرده هایی که باید تو فکر مرگم نباشیم، چون حتی پول سنگ قبل و کفن و دفنم نداریم. من آژیر خطر رو زدم تا گوشو بسوزه، گرسنه هایی داریم که فرصتشون یه روزه، اون لب مرگ و بوسیده کجاست کی میدونه، لااقل یکی بره براش لالایی بخونه. بله قربان زندگی نرماله، 1 سال کار کرد، یه شب شام کفاره، بله چشم قربان زندگی نرماله، به جز اینم نمیگیم مبادا کی جرم باشه. بله قربان زندگی نرماله، یکی تو گور خوابه، یکی 10 تا برج داره، بله چشم قربان زندگی نرماله، حقمونو نمیخوایم مبادا کی جرم باشه. میترسیم از سال بعد از اجاره خونه، از مدرسه هایی که وسط بیابونه، پرنده پر نمیزنه تا بیاب و دونه، این زندگی نرمال یا بیمارمونه، جنس بیکیفیت اینجا مثل طلا میمونه، کارگر 2 شیفت میدوه پراید فرار میکنه، توی این چرخه فاسد تلاش میخوره، سیستم واسه یکی 1 میلیون رو فدا میکنه، واسه مالکشا که تو آمریکا مست فسادن، برون ریزی عقده تخلیه فاضلابن، اینجا چپ و راست نداره همه یه جناحن، میگیم گیر باطلاقی میگم پی اصلاحن، احیانا چیزی هست که بهتون بر بخوره، احیانا فکر کردین شهروند بردتونه، مردم نون نخورن نون شما چرب بمونه، قربان گفتنم دلیل گیجی سرتونه. تانکرای نفت تو صف تو راه رفت، لاله های سرخ فرش دلار سبز، شهر پر از مبسوط صدای مرگ، مسئول پول و روح رجال پست، بدون جناحیم دنبال رهایی، دستای گره به هم زنجیر انسانی، بدون جناحیم دنبال رهایی، قدرت اتحاد تبدیل خود مایی. تانکرای نفت تو صف تو راه رفت، لاله های سرخ فرش دلار سبز، شهر پر از مبسوط صدای مرگ، مسئول پول و روح رجال پست، تانکرای نفت تو صف تو راه رفت، لاله های سرخ فرش دلار سبز، شهر پر از مبسوط صدای مرگ، چه خبر از شرایط وضعیت زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان؟ قلب علیرضا گلیپور زندانی سیاسی دیروز 17 شهریور
در بند 8 زندان اوین از حرکت باز ایستاد. علیرضا گلیپور دانشجوی مقطع دکترا در رشته برق در شهر آخن آلمان بود. وی پس از بازگشت به ایران به دلیل عدم همکاری با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی 9 سال از بهترین سالهای زندگیش را در سیاهچالهای جمهوری اسلامی سپری کرد. کمتر کسی در میان همبندیان زندان، دوستان و فعالین علیرضا وجود دارد که رنج و سختی جانکاهی که علیرضا در این سالها در زندان متحمل شده بود بی اطلاع باشد. این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی با شکنجه و سیاست سیستماتیک محرومیت از دارو درمان ویژه باعث بیماری‌های غیر علاج و قتل خاموش زندانیان سیاسی می شود. شکنجه و محرومیت از دارو و درمان ویژه مصداق بارز جنایت علیه بشریت است. جمهوری اسلامی را باید به خاطر نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت پاسخگو کرد. فردا دوشنبه 19 شهریور خانواده دوستان و همرزمان علیرضا در آرامستان فیروزآباد شهر ری با او ودا خواهند کرد. کمیته آزادی زندانیان سیاسی ضمن ابراز همدردی عمیق خود با همسر، یگانه فرزند، خانواده و دوستان همرزمان علیرضا از مردم آزادیخواه و انسان دوست می‌خواهد خانواده علیرضا گلیپور را تنها نگذارند. ما عهد می‌بندیم راه علیرضا را برای یک زندگی انسانی و بهتر ادامه دهیم. دست کم 20 نفر در شهرهای کردستان در آستانه دومین سالگرد انقلاب زن زندگی آزادی بازداشت شدند. پیام حسین شنبه‌زاده فعال فضای مجازی که به 12 سال حبس محکوم شده در آستانه تولد 36 سالگی خود از زندان اوین را بشنویم. سلام بچه‌ها. بزرگترین درد این روزام که رو به تشدید تصاعدی هم میره اینه که دلم براتون تنگه. اول برای خانواده‌ام، بعدش برای لبخندهای شیرین عزیزترین رفیقام، بعدش برای همتون، برای کلکلایی که با هم میکردیم، برای شلتاقایی که با هم سر حرف موضوعی میکردیم، برای رفاقت‌های واقعیمون تو فضای مجازی، برای همه چی. از همه بدتر این که شما میدونید، منم میدونم که من بیگناه اسیرم. تلفنم رو هم قطع کردن بدون این تماس از زندان اوین می باشد. بدون واسطه حتی نمیتونم مثل همیشه هر روز به مادرم زنگ بزنم. شاید هفته‌ای 2 هفته یک بار به صد خجالت و شرم به همت و بزرگواری رفیقی بتونم صدای خانواده‌مو بشنوم. شاعر میگه که ببند ایرج از این اظهار غم دم که غمگین میکنی خواننده را هم. بگذاریم. امسال تولدم از قضا خورده به شنبه. اگه خودم بیرون میبودم این سوژه رو ول نمی‌کردم که حالا الان کار رو برون سپاری میکنم به شما. هر مسخره بازی با این سوژه در آوردید حلال افتون. الان من میخوام یه دهن براتون بخونم و بعدش دیگه احتمالاً صدای منو تا زمان طولانی نخواهید شنید. یه رفیق عزیزی گفته بود این آدم تا از تو زندان یه آلبوم نده ولمون نمیکنه. از همین تریبون میگم باشه تا چشت درات. این تصنیف هم اوناییتون که صداتون از من بهتره و سازی دم دست دارید بخونید. اگه قابل دونستید و به نظرتون ارزششو داشت با سازی چیزی صدای خودم رو تنظیم کنید. هر کاری خودتون قابل میدونید و صلاح میدونید. تصنیف خیلی قشنگیه، دلم میخواد زیاد خونده بشه. نهایتاً اینکه بچه‌ها من فراموشتون نمی‌کنم. شبام تو تاریکی سلول به یاد شما میذاره. شما اگه قابل میدونید فراموشم نکنید. محمد آزاد از آسیب دیدگان شلیک عامدانه به چشم در جریان انقلاب زن زندگی آزادی روز شنبه 17 شهریور جان باخت. محمد آزاد 48 ساله و پدر 2 فرزند بود که علاوه بر از دست دادن چشم و تحمل درد و رنج زیاد بارها از موقعیت خطرناک ساچمه خبر داده بود. او در تاریخ 24 آبان سال 401 در ستارخان از ناحیه سر، شکم و چشم راست مورد اصابت گلوله‌های نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی قرار گرفت و چشم خود را از دست داد. روزنامه‌نگاران منتقد همیشه در معرض بازداشت و فشارهای امنیتی حکومت اسلامی قرار گرفتند و در چند روز گذشته بار دیگه یکی دیگر از خبرنگاران به نام سعیده شفیعی برای 3مین بار بازداشت شد. در همین رابطه همراه میشیم با سرناز عباس‌زاده. با درود و وقت بخیر خدمت شما بینندگان محترم و شما سهیلای عزیز. در گزارش امروز میپردازم به وضعیت سعیده شفیعی، روزنامه‌نگار و نویسنده که علیرغم بیماری دوباره زندانی شده.
سعید شفیعی روز جمعه 16 شهریور 1403 برای ادامه تحمل 3 سال و 6 ماه حبس راهی زندان اوین شد. شفیعی بیشتر جهت انجام مراحل درمانی و با توقف اجرای حکم از زندان آزاد شده بود. حسن همایون همسر این روزنامه‌نگار زندانی با انتشار مطلبی ضمن ابراز نگرانی از حال همسرش اعلام کرد: مهنت زندان بیماری همسرم رو تشدید کرده. عمیقاً نگران حال جگرگوشه‌ام هستم. مسئولیت سلامت جان همسرم به عهده مقامات قضایی هستش. او را در حالی باز به زندان بردند که زمستان سال قبل حبسش تعلیق شده بود. به نقل از یک منبع آگاه گفته شده که پزشکی قانونی در گزارش خودش اعلام کرده است که خانم شفیعی توان تحمل کیفر رو دارد. بدین ترتیب خانم شفیعی برای تحمل ادامه حبس خود راهی زندان اوین شده. سعید شفیعی در اسفند سال گذشته با توقف اجرای حکم از زندان اوین آزاد شد. آزادی او جهت انجام مراحل درمانی در خارج از زندان طبق نظر پزشکی قانونی صورت گرفته بود. نیروهای امنیتی وابسته به نهاد اطلاعات سپاه این روزنامه‌نگار رو در 2 بهمن 1401 در منزل شخصی خودش در تهران بازداشت کردند و به بند 2 الف در زندان اوین منتقل کردند. سعید شفیعی 18 بهمن ماه همان سال با تودیع وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شد. شهریور ماه 1402 شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری سعید شفیعی رو به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه نظام به 3 سال و 6 ماه حبس تعزیری محکوم کرد. این حکم توسط شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شده. سعید شفیعی در یادداشتی در صفحه ایکس نوشته که مرا روز جمعه 16 شهریور برای 3مین بار به زندان میبرند. او با اشاره به اینکه مجازات زندان او به دلیل بیماری از 12 اسفند سال قبل تعلیق شده بود گفت: در حالی که حال من بهتر نشده، تصمیم جدید پزشکی قانونی و مقامات قضایی بازگشتن به زندان است. این هم از تولدی دیگر در نیمه شهریور و آغاز 42 سالگی. در اینجا میخوام یادی کنم از رامین حسین پناهی، زانیار و لقمان مرادی، 3 زندانی سیاسی که در زندان رجایی شهر کرج در روز 17 شهریور 97 اعدام شدند. پس از 6 سال جمهوری اسلامی از تحویل اجساد به خانواده اونها خودداری و محل دفنشان نامشخص است و همین دلیل اعدام آنان از منظر بین المللی در ردیف ناپدیدسازی قهری و جنایت علیه بشریت قرار می‌گیرد و حکومت اسلامی باید پاسخگو باشد. در پایان برنامه توجه شما را جلب می‌کنم به لیست بازداشتیان زیر حکم محاربه و اعدام که این لیست از طرف کمیته آزادی زندانیان سیاسی به روز میشه هر هفته. ما از شما می‌خوایم همراه و همصدا با خانواده‌های اونها برای لغو احکام اعدام و نجات جان این عزیزان دربند از هر راهی که میتونید تلاش کنید. اخبار و گزارشات خودتون را از طریق شماره تلفنی که در پایین صفحه ملاحظه می‌کنید و همچنین از طریق راه‌های ارتباطی برای ما ارسال کنید. تا برنامه دیگری از برای آزادی زندانیان سیاسی، بهترینان رو برای شما آرزو می‌کنم.